بیایید با یک سوء تفاهم بسیار قدیمی شروع کنیم. این ایده که شما باید خودتان را برای افرادی که نمیتوانند فراتر از مه توهمات خود را ببینند توضیح دهید. خودتان را توجیه کنید یا به نحوی از شکل روح خود دفاع کنید. میدانید ما زمان فوق‌العاده‌ای را صرف تلاش برای متقاعد کردن دیگران در مورد اعتبار مسیر خود می‌کنیم. گویی زندگی درونی شما یک دادگاه است و هر رهگذری یک قاضی. اما نکته واقعاً عجیب این است که اکثر مردم گوش نمی‌دهند تا بفهمند. آنها گوش می‌دهند تا میله‌های قفسی را که از قبل در آن نشسته‌اند تقویت کنند. پس بگذارید با شما صحبت کنم. نه به عنوان یک سخنران، نه به عنوان یک مرشد که بالای سر شما نشسته است، بلکه به عنوان یک موج دیگر در همان اقیانوس آگاهی و یک حقیقت آرام را زمزمه کنم. از توضیح دادن خودتان برای افرادی که در دام توهمات گرفتار شده اند دست بردارید، زیرا آنها هنوز نمیتوانند حرف شما را بشنوند. نه به این دلیل که آنها بد هستند، نه به این دلیل که آنها احمق هستند، به سادگی به این دلیل که آنها خواب می‌بینند و شما سعی می‌کنید با یک رویا پرداز طوری صحبت کنید که انگار بیدار است. تصور کنید وارد اتاقی می‌شوید که کسی در آن به خواب عمیقی فرو رفته و در کابوسی پیچیده است. قلبش به شدت می‌تپد، نفس‌هایش بریده است و شما می‌گویید ببین، بگذار توضیح بدهم که چرا هیولایی که دنبالت می‌کند واقعی نیست. خب، مهم نیست چقدر واضح بیانش کنی، نه؟ آنها نمی‌توانند تو را درک کنند، زیرا در آن لحظه واقعیت آنها کابوس است. حالا در نظر بگیرید چقدر سعی می‌کنیم مردم را بیدار کنیم، نه از خواب، بلکه از باورها، هویت‌ها، دردها و فرضیاتی که دهه‌هاست با خود حمل می‌کنند. شما ممکن است سعی کنید توضیح بدهید که چرا این گونه زندگی می‌کنید، چرا این گونه فکر می‌کنید، چرا قلبتان مسیر خاصی را انتخاب کرده است. اما اگر طرف مقابل عمیقاً درگیر توهمات خود، کنترل، قطعیت، برتری و امنیت باشد، توضیح شما نه تنها ناشنیده می‌ماند، بلکه تهدیدآمیز است. زیرا وقتی کسی در توهم گرفتار می‌شود، حقیقت مانند دشمن به نظر می‌رسد. و انسان‌ها وقتی احساس خطر می‌کنند، چه می‌کنند؟ آنها دفاع می‌کنند، آنها استدلال می‌کنند، آنها مسخره می‌کنند، آنها عقب نشینی می‌کنند یا بدتر، آنها سعی می‌کنند شما را با خود به رویایشان برگردانند تا دیگر در آن احساس تنهایی نکنند. بنابراین هرچه بیشتر خودتان را توضیح بدهید، با مقاومت بیشتری روبرو می‌شوید. نه به این دلیل که اشتباه می‌کنید، بلکه به این دلیل که طرف مقابل هنوز خواب است. باید این را درک کنید. وقتی مردم در توهمات زندگی می کنند، وضوح شما آنها را گیج می کند. آزادی شما آنها را آزار می دهد. اصالت شما آنها را گیج می کند. مثل این است که به کسی پنجره نشان دهید، تمام عمرش را صرف بررسی دیوارها کرده است. بگذارید داستانی برایتان تعریف کنم. یک بار مرد جوانی به شدت ناراحت پیش من آمد. او گفت من سعی کردم برای دوستانم توضیح بدهم که چرا به فضا نیاز دارم، چرا به دنبال سکوت هستم، چرا مراقبه می کنم، چرا نمی خواهم مانند آنها به دنبال مقام و منزلت باشم. اما آنها می گویند که من زندگیم را هدر می دهم. از من می خواهند از خودم دفاع کنم. چرا نمی فهمند؟ و من به سادگی از او پرسیدم چرا از زندانیان می‌خواهی که آسمان را تحسین کنند؟ آنها هرگز چیزی فراتر از میله ها ندیده اند. شما نمی‌توانید از کسی که هرگز طعم آزادی را نچشیده است انتظار داشته باشید که بفهمد چرا شما از خوردن همان نان بیاته‌ای که زندان به شما می‌دهد امتناع می‌کنید. و بنابراین مرد جوان متوجه شد. مسئله این نبود که آنها او را نمی‌فهمیدند. مسئله این بود که آنها نمی‌توانستند او را بفهمند. پس بیایید این را عمیق‌تر بررسی کنیم. توهم چیست؟ توهم صرفاً دروغ نیست. هر تصویر ذهنی است که آنقدر به آن می‌چسبیم که آن را با واقعیت اشتباه می‌گیریم. توهم این که فکر می‌کنیم چه کسی هستیم. توهم این که فکر می‌کنیم دیگران باید چه کسی باشند.
توهم اینکه معتقدیم زندگی به ما بدهکار است. توهم قطعیت در جهانی نامطمئن. توهم اینکه جهان برای اعتبار بخشیدن به هویت‌های کوچک ما وجود دارد. توهم نوعی زره است، سنگین، سفت و خفه کننده. مردم آن را برای راحتی می‌پوشند. مردم از آنچه در زیر آن نهفته است می‌ترسند. و وقتی از جایی صحبت می‌کنید که زره شروع به ترک خوردن کرده، کلمات شما به اندازه ورود نور خورشید به غار عجیب و ترسناک می‌شوند. آیا تا به حال سعی کرده اید اقیانوس را برای کسی که هرگز از بیابان خارج نشده است توضیح دهید؟ موسیقی را برای کسی که در سکوت زندگی کرده است توضیح دهید؟ آزادی را برای کسی که تمام عمرش را صرف پیروی از دستورات کرده است توضیح دهید؟ این همان چیزی است که وقتی خودتان را برای کسانی که در توهم گرفتار شده اند توضیح می دهید تجربه می کنید. آنها ممکن است کلمات شما را بشنوند، اما نمی توانند معنی شما را حس کنند. و این حقیقت دردناک و رهایی بخش است. زندگی شما نیازی به درک آنها ندارد. می بینید؟ هستی با یک برگه اجازه همراه نمی شود. واقعیت منتظر تایید نمی ماند. یک گل گزارش ارائه نمی دهد که توضیح بدهد چرا شکوفا می شود. یک رودخانه دلیل خم شدن خود را جوجیت نمی کند. یک ستاره برای درخشیدن بیش از حد در آسمان شب عذرخواهی نمی کند. شما هم فرقی ندارید. وقتی از توضیح دادن خودتان دست بردارید، اتفاق معجزه آسایی رخ می دهد. شما از مرکز خود شروع به زندگی می کنید، نه از انتظاراتی که در پیرامون شما می چرخند. بیشتر مردم برای درک شما توضیح نمی خواهند. آنها می پرسند چون می خواهند اطمینان حاصل کنند که شما قابل پیش بینی خواهید ماند، که تغییر شما آسایش توهمات آنها را مختل نخواهد کرد. زیرا اگر رشد کنید، اگر تکامل یابید، اگر بیدار شوید، این چه چیزی را در مورد آنها نشان می دهد؟ و انساب متوجه خواهید شد که سکوت بسیار بیشتر از توضیح دادن، اغلب عمیق‌ترین بیان خرد است. سکوت اجتناب نیست، کناره‌گیری نیست. این تشخیص است که نمی توانید با کسی که به پژواک‌های خودش معتقد است حقیقت را بگویید. آیا تا به حال متوجه شده اید که هرچه بیشتر توضیح می دهید، کمتر حس می کنید که فهمیده می شوید؟ هرچه بیشتر توجیه می کنید، دیگران بیشتر توجیه می خواهند. هرچه بیشتر آشکار می کنید، افراد بیشتر به همان بخش‌هایی از شما اشاره می کنند که می خواستید از آنها حفاظت کنید. به این دلیل است که هر توضیحی یک دعوت است. دعوتی از دیگران برای ارزیابی، تجزیه و تحلیل، قضاوت و فرافکنی توهمات آنها در زندگی شما. اما سکوت یک در بسته است. حالا بگذارید واضح کنم. من پیشنهاد نمی کنم که عشق ورزیدن را متوقف کنیم یا آموزش دادن را متوقف کنیم. نه، به هیچ عنوان. من فقط پیشنهاد می کنم که از التماس برای درک شدن توسط کسانی که آماده نیستند دست برداریم. به خاطر اینکه فهمیدن چیزی نیست که بتوان آن را مجبور کرد. چیزی است که وقتی خاک آماده باشد به طور طبیعی شکوفا می شود. توضیح دادن خودتان را برای کسی که آماده نیست مانند ریختن آب در فنجانی پر از سوراخ است. مهم نیست چقدر سخاوتمند باشید. هیچ چیز باقی نمی ماند. هیچ چیز رشد نمی کند. در عوض یاد بگیرید که روح‌هایی را که آماده گوش دادن هستند بشناسید. نه با گوش‌هایشان، بلکه با وجودشان. این افراد نیازی به توضیح ندارند. آنها صرفاً می‌فهمند. و وقتی آنها را ملاقات می‌کنید، فوراً آن را حس خواهید کرد. حسی از آسودگی، حسی از شناخت، گویی کسی را که هرگز ملاقات نکرده اید به یاد می‌آورید. چون که این افراد بیدار هستند یا حداقل در حال بیدار شدن هستند. آنها به توهمات نمی‌چسبند. آنها با واقعیت بحث نمی‌کنند. آنها از دگرگونی شما نمی‌ترسند. برای آنها مسیر شما نیازی به توضیح ندارد. صرفاً وجود دارد.
و آنها در کنار شما قدم میزنند، نه به این دلیل که هر جزئیات را میفهمند، بلکه به این دلیل که به معمای تبدیل شدن شما احترام میگذارند. اما بیایید کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم، زیرا بسیاری از مردم معنای واقعی بیداری رو اشتباه میفهمند. اونها بیداری رو به عنوان یک دستاورد بزرگ، نشان برتری، چیزی که اونها رو بالاتر از دیگران قرار میده تصور میکنن. اما بیداری یک تعالی نیست، بلکه یک فروپاشی است. ذوب شدن آرام توهماتی است که زمانی شما رو تعریف میکردن. و دقیقاً به همین دلیله که افرادی که در توهم گرفتار شدند نمیتونن تغییرات درونی شما رو درک کنند. اونها از همون هویتی که شما به آرامی شروع به رشد و بزرگ شدن کرده اید گوش میدن. تصور کنید 2 نفر در یک اتاق ایستادن. یکی یک در رو میبینه، دیگری فقط یک دیوار میبینه. شما اشاره میکنید و میگید نگاه کن، یک راه خروج وجود داره. اما از اونجا که چشمان اونها برای دیدن دیوارها شرطی شده است، نه روزنه ها، حرکت شما پوچ به نظر میرسه. گاهی اوقات حتی آزرده خاطر میشن. چطور جرأت میکنی بگی که یک در وجود داره؟ آیا منظورت اینه که من گرفتار شدم؟ میبینی؟ مردم از توهمات خود طوری دفاع میکنند که انگار از زندگی خود دفاع میکنن. زیرا برای اونها توهم زندگی اونهاست. به همین دلیله که توضیحات شکست میخورند. به همین دلیله که منطق شکست میخوره. به همین دلیله که حتی صمیمانه ترین صداقت شما نیز شکست میخوره. شما با وجود اونها صحبت میکنید، در حالی که اونها طریقه زره خود گوش میدند. بذارید چیزی ظاهرا متناقض به شما بگم. وقتی بیدار میشید، کمتر به مطاوعت کردن مردم علاقه پیدا میکنید. نه به این دلیل که فکر میکنید حق با شماست، بلکه به این دلیل که متوجه میشید که درست و غلط نیز توهم بودند. فرد بیدار دیگه بحث نمیکنه. نه به این دلیل که تسلیم شدند، بلکه به این دلیل که از بازی‌هایی که هرگز مهم نبودند دست کشیدند. شما شروع به درک عمیق‌تر دیگران می‌کنید، حتی زمانی که اونها شما رو کاملاً اشتباه می‌فهمند. شما دفاع‌های اونها رو می‌بینید. شما ترس‌های اونها رو می‌بینید. زخم‌های اونها رو می‌بینید که به عنوان یقین پنهان شدند. و بنابراین دیگه از اونها نمی‌خواهید که شما رو به وضوح ببینن. شما فقط امیدوارید که خودشون رو ببینند. اما معقول بشینه که اکثرشون این کارو نمی‌کنن. هنوز نه. اونها انقدر مشغول ایفای نقش هویتی نند که اون رو با خودشون اشتباه میگیرند. این اجرا بلنده، طاقت فرسا و ناامید کننده است. و وقتی سکوت شما وارد اتاق میشه، اجرای اونها تهدید کننده به نظر میرسه. حضور شما فیلمنامه اونها رو مختل میکنه. میبینی؟ وقتی کسی در دام توهم گرفتار میشه، سکوت شما تبدیل به یک آینه میشه. و آینه ها میتونن چیزهای بسیار ناراحت کننده‌ای باشن. بسیاری از مردم زندگی خودشون رو صرف اجتناب از آینه ها میکنن. زیرا آینه ها منعکس چیزینن که توهمات برای پنهان کردن اون تلاش بسیاری میکنن. حالا بخش عجیب ماجرا اینجاست. وقتی از توضیح دادن خودت دست برمیداری، شروع به دیدن واضح‌تر دیگران میکنی. وقتی از صحبت کردن در مورد توهمات دست برمیداری، شروع به گوش دادن فراتر از آنها میکنی. متوجه میشمی که مردم چقدر با دفاع صحبت میکنند، نه با حقیقت. چقدر مردم از زخمها پاسخ میدهند، نه از خرد. چقدر مردم به دنبال ارتباط هستند، اما از صمیمیت میترسند. چقدر مردم فقط برای تایید پاسخهایی که قبلا انتخاب کرده‌اند سوال میپرسند. و در این درک نرم میشوی. نه به انفعال، بلکه به شفقت. زیرا چگونه میتوانی از کسی که در توهم گرفتار شده عصبانی باشی؟ تو سر یک کودک خوابیده به خاطر کابوس دیدن فریاد نمیزنی. تو یک حیوان ترسیده را به خاطر باور اینکه قفسش جهان است سرزنش نمی کنی. به همین ترتیب لازم نیست مردم را به خاطر گم شدن در توهمات قضاوت کنی، زیرا تو در بسیاری از توهمات خودت سرگردان بوده ای. همه ما این کار را کرده ایم. اما بیداری به معنای اثبات این نیست که تو از درون توهمات خودت را دیده ای. این در مورد رها کردن تدریجی نیازی است که دارید. توضیح دادن غیر ضروری می شود،
زندگی تبدیل به توضیح شما می شود. حضور شما تبدیل به پیام شما می شود. انتخاب‌های شما، آرامش شما، سکوت شما. اینها بسیار بلندتر از هر توجیه کلامی صحبت می کنند. و حالا بخشی از آن فرا می رسد که بسیاری از مردم را می ترساند. وقتی از توضیح دادن خودتان دست بردارید، افراد خاصی را از دست خواهید داد. آه بله، اینجا جایی است که نفس کمی می لرزد. زیرا وقتی از توجیه تصمیمات خود دست می کشید، روابط خاصی از بین می روند. نه به این دلیل که آنها را رد کرده اید، بلکه به این دلیل که آنها برای وجود داشتن به خیانت شما وابسته بودند. بعضی افراد فقط نسخه‌ای از شما را دوست دارند که خم می شود، که از حقیقت خود عذرخواهی می کند، که خود را کوچک می کند تا با راحتی آنها مطابقت کند، که اصالت را فدای تعلق می کند. وقتی از توضیح دادن خودتان دست برمی دارید، از کوچک شدن هم دست برمی دارید. و اینجاست که توهمات دیگران دیگر نمی توانند شما را بر بگیرند. بعضی افراد دور می شوند. بعضی ها از تو فاصله می گیرند. بعضی ها گیج می شوند. بعضی ها می گویند که تو تغییر کردی و منظورشان این است که این یک اتهام است، نه یک تعریف. اما می بینی این پوست اندازی طبیعی است که با بیداری همراه است. یک درخت برای پاییزش عذرخواهی نمی کند. یک مار توضیح نمی دهد که چرا پوست می اندازد. و تو؟ نیازی نیست توجیه کنی که چرا از فضاهایی که تو را کوچک نگه داشته بزرگتر شده ای. آنچه پس از این پوست اندازی باقی می ماند، آه این زیبایی است. کسانی که می مانند کسانی هستند که تو را می بینند، نه توهم خودشان از تو را. کسانی که می مانند کسانی هستند که می توانند بدون درخواست توضیح با سکوت تو بنشینند. کسانی که می مانند کسانی هستند که از رشد تو نمی ترسند، زیرا آنها نیز در حال یادگیری رشد هستند. اینها مردم تو هستند. نه به این دلیل که هر نکته ظریفی از مسیر تو را درک می کنند، بلکه به این دلیل که به خود مسیر اعتماد دارند. بنابراین سوال این می شود: چگونه می توانیم بدون توضیح دادن خودمان به افرادی که در توهم گرفتار شده‌اند زندگی کنیم؟ نه با سرد شدن، نه با برداشت فاصله، نه با کنار گذاشتن دنیا. نه، این فقط یک توهم دیگر است. توهم برتری معنوی. برعکس، شما با انجام کاری بسیار رادیکالتر بدون توضیح زندگی می کنید. شما به تجربه خودتان اعتماد می کنید. شما به شهود خودتان اعتماد می کنید. شما به آشکار شدن خودتان اعتماد می کنید. شما شروع به دیدن این می کنید که اینجا نیستید تا در بحث ها پیروز شوید، مشککین را متقاعد کنید یا انتظارات را برآورده کنید. شما اینجا هستید تا بیدار شوید، باز شوید، به هر روشی که زندگی شما را به آشکار شدن دعوت می کند آشکار شوید. و وقتی اینگونه زندگی می کنید، ریشه در وجود خودتان، باز به میزنی، نرم با خودتان، دیگر نیازی به تایید کسانی که هنوز به رویا چسبیدن ندارید. آرامش شما ارزشمندتر از دفاع شما می شود. وضوح شما گرانتر از تایید می شود. مسیر شما مقدستر از نظرات پیرامون آن می شود. این انقلاب آرام بیداری است. شما از انجام زندگی خود دست برمی دارید و شروع به زندگی کردنش می کنید. و لحظه‌ای که شروع به زندگی کردنش می کنید، اتفاق بسیار ظریفی می افتد. حضور شما واقعی‌تر، ریشه‌دارتر و درخشانتر می شود. مردم آن را احساس می کنند. برخی الهام می گیرند. برخی از آن تهدید می شوند. برخی از آن گیج می شوند. اما هیچ کدام از اینها دغدغه شما نیست. تنها مسئولیت شما این است که به آشکار شدن طبیعت خود وفادار باشید. همانند یک درخت که به ریشه‌هایش وفادار است. همانند یک رودخانه که به جریانش وفادار است. همانند آسمان که به وسعتش وفادار است.
شما آسمان را توضیح نمی دهید. شما فقط به آن نگاه می کنید. شما فقط آن را تجربه می کنید. به همین ترتیب نیازی نیست بیداری خودت را توضیح بدهی. کسانی که آماده هستند خواهند دید. کسانی که آماده هستند خواهند فهمید. کسانی که آماده هستند با حضور نه توهم با تو ملاقات خواهند کرد. و کسانی که آماده نباشند، خب می توانید آنها را هم دوست داشته باشید. اما نمی توانید با توضیح دادن آنها را بیدار کنید. هیچ کس از طریق بحث بیدار نمی شود. بیداری فقط از طریق حضور مصری است. می بینید در این یک فروتنی ملایم وجود دارد. نوعی تسلیم، نه به جهان، بلکه به ریتم شدن خودتان. و وقتی تسلیم آن ریتم می شوید، زندگی شروع به هدایت شما به راههایی می کند که توضیحات هرگز نمی توانند به آن دست یابند. زیرا توضیحات همیشه برای دیگران هستند. اما بیداری چیزی است که در درون شما اتفاق می افتد. نیازی به شاهد ندارد، نیازی به تشویق ندارد، نیازی به تماشاگرانی ندارد که مانند داوران در یک نمایش استعداد کیهانی به نشانه تایید سر تکان دهند. وقتی بیدار هستید، دیگر خودتان را با میزان درک دیگران از خودتان نمی سنجید. خودتان را با میزان همسوییتان با وجود خودتان می سنجید. این خودخواهی نیست، این اصالت است و اصالت رایحه طبیعی بیداری است. حالا بیایید به چیزی ظریف اما بسیار مهم نگاه کنیم. هرچه بیدارتر شوید، کمتر قابل توضیح می شوید. نه به این دلیل که مرموز می شوید، اگرچه ممکن است برای کسانی که هنوز خودشان را ملاقات نکرده‌اند مرموز به نظر برسید. نه، شما کمتر قابل توضیح می شوید، زیرا زندگیتان دیگر بر اساس تعاریف سفت و سخت بنا نشده است. انتخاب‌های شما از شهود ناشی می‌شوند، نه عادت. کلمات شما از حضور ناشی می‌شوند، نه عمل کرد. مرزهای شما منعکس کننده احترام به خود هستند، نه ترس. سکوت شما از خرد ناشی می‌شوند، نه کناره‌گیری. سعی کنید هر یک از این موارد را برای کسی که هنوز با زخم‌ها و برچسب‌هایش زندگی می‌کند توضیح دهید. شما نمی‌توانید. شما فقط آنها را گیج می کنید و سردرگمی اغلب به مقاومت تبدیل می شود. بنابراین شما یاد می گیرید به آرامی، به طور طبیعی که در جایی که نمی توان آنها را دریافت کرد، توضیحاتی ارائه ندهید. این چیزی است که بسیاری از مردم نادیده می گیرند. توضیحات نوعی ظریف از شک به خود هستند. وقتی برای توجیه خودتان عجله می کنید، اغلب به این دلیل است که بخشی از شما می ترسد که ممکن است اشتباه کنید. شما می خواهید جهان جهت درونی شما را تایید کند، زیرا هنوز به طور کامل به آن اعتماد ندارید. اما وقتی از نظر معنوی بالغ می شوید، اتفاق زیبایی می افتد. شما دیگر نیازی ندارید که جهان حقیقت شما را به شما منعکس کند. شما به تنین خودتان تبدیل می شوید و از اون پوینت به بعد توضیحات جذابیت خود را از دست می دهند. نه به این دلیل که از مشارکت امتناع می کنید، بلکه به این دلیل که دیگر احساس نمی کنید مجبور به دفاع از وجود خود هستید. سعی کنید کوهی را ببینید که از شکل خود دفاع می کند. سعی کنید موجی را ببینید که رقص خود را توجیه می کند. سعی کنید باد را ببینید که توضیح می دهد چرا می وزد. مضحکی است، اینطور نیست؟ و هنیاه انسانها روزانه این مضحکی را انجام می دهند. هر یک از ما سعی می کنیم طبیعت خود را برای دیگران که همچنین در مورد طبیعت خود گیج هستند تایید کنیم. به محض اینکه مضحکی را می بینید می خندید. آرام، مهربانانه و رها می کنید. حالا بیایید درباره شفقت صحبت کنیم. شفقت تلاش برای بیدار کردن دیگران نیست. شفقت تلاش برای توضیح حقیقت خود به زور نیست که دیگران در نهایت موافقت کنند. نه. شفقت تشخیص این است که هر کسی با سرعت خودش رویا می‌بیند. هر کسی در زمان خودش لایه‌های توهم را کنار می‌زند. هر کسی یک عمر شرطی شدن را که انتخاب نکرده از حمله می‌کند. و تو فقط یک آینه، یک حضور، یک یادآوری هستی که چیز دیگری هم ممکن است. تو کسی را بیدار نمی‌کنی.
تو به او اجازه می‌دهی به طور طبیعی و به آرامی بیدار شود، همانطور که خورشید بدون تلاش طلوع می‌کند و گلها بدون آموزش باز می‌شوند. بعضی افراد در این زندگی بیدار می‌شوند، بعضی در زندگی دیگری، بعضی به آرامی، بعضی ناگهان، بعضی دردناک، بعضی شاد و هیچ کدام از اینها مسئولیت کنترل شما نیست. مسئولیت شما فقط بیدار کردن خودتان است، رسیدگی به شفافیت خودتان، آزادی خودتان، آشکار شدن خودتان. وقتی این کار را انجام می دهید، به جهان هدیه‌ای بسیار بزرگتر از هر توضیحی که می توانید ارائه دهید، ارائه می دهید. پس بعد از بیداری چه اتفاقی می افتد؟ چگونه در دنیایی که هنوز در حال رویا پردازی است زندگی می کنید؟ این هنر است. شما سبک زندگی می کنید. شما با ملایمت زندگی می کنید. شما بدون تحمیل خود و بدون اجازه دادن به دیگران برای تحمیل توهماتشان به شما زندگی می کنید. شما با مردم در جایی که هستند ملاقات می کنید. نه با کم کردن نور خود، بلکه با ارائه گرمی بدون تقاضا. شما دیگر بحث نمی کنید. شما دیگر نمی چسبید. شما دیگر در تئاتر درگیری‌های نفسانی شرکت نمی کنید. جایی که همه سعی می کنند در بازی که هیچ کس واقعاً نمی خواهد در آن بازی کند برنده شوند. شما وقتی صحبت کردن لازم است صحبت می کنید. شما وقتی عمل لازم است عمل می کنید. شما وقتی عقب نشینی خرد است عقب نشینی می کنید. و وقتی با سوء تفاهم روبرو می شوید وحشت نمی کنید. شما مقاومت نمی کنید. شما برای توضیح خودتان تقلا نمی کنید. انگار زندگی شما سوء تفاهمی است که باید اصلاح شود. در عوض شما لبخند می زنید به آرامی از درون و اجازه می دهید مردم هر طور که فکر می کنند فکر کنند. چون حالا چیزی را می فهمید که معظم مردم هرگز یاد نمی گیرند. مردم شما را آنطور که هستید نمی بینند. آنها شما را آنطور که هستند می بینند. ترس‌هایشان درک شما را از شما شکل می دهد. نامسئولیت‌هایشان تفسیرهایی بر انتخاب‌های شما تحمیل می کند. زخم‌های حل نشدهشان سکوت شما را به تهمت، مرزهای شما را به رد، آزادی شما را به تهدید تبدیل می کند. این هیچ ربطی به شما ندارد. به همین دلیل است که توضیح دادن هرگز جواب نمی دهد. شما برای یک شخص توضیح نمی دادید. شما برای توهماتشان توضیح می دادید. برای دردشان، برای خاطراتشان، برای شرطی شدنشان، برای خیال پردازی هایشان درباره اینکه زندگی چگونه باید باشد و توهمات نمی توانند حقیقت را درک کنند. آنها فقط می توانند آن را تحریف کنند. وقتی این را بفهمید دیگر سعی نمی کنید مردم شما را به وضوح ببینند و شروع به قدردانی از نادر بودن کسانی می کنید که شما را به وضوح می بینند. کسانی که شما را بدون فرافکنی می‌بینند، کسانی که بدون دفاع گوش می‌دهند، کسانی که شاهد تبدیل شدن شما بدون ترس هستند. این افراد نیازی به توضیح ندارند. آنها در لحظه حال با شما ملاقات می‌کنند. آنها بدون زره با شما ملاقات می‌کنند. آنها با عمق، با کنجکاوی، با حضور با شما ملاقات می‌کنند. اینها کسانی هستند که با آنها قدم میزنید. اینها کسانی هستند که به آنها باز میشوید. اینها کسانی هستند که شایسته ی حقیقت درونی شما هستند. و حالا بگذارید این را به خانه بیاورم. بگذارید همه این رشته ها را در یک نفس درک جمع کنم. تو توضیحاتت را به دنیا بدهکار نیستی. تو صداقتت را به روحت بدهکار نیستی. تو قطعیتت را به مردم بدهکار نیستی. تو گشادگیت را به زندگی بدهکار نیستی. تو انطباق با جامعه بدهکار نیستی. تو شجاعتت را به مسیرت بدهکاری. وقتی از توضیح دادن خودت دست میکشی، ذهن آرام میگیرد، قلب باز میشود و روح نفس میکشد و ناگهان خودت را در جایی وسیع‌تر از تایید میابی. خودت را در آرامش میبینی، نه به اینکه دنیا تو را میفهمد، بلکه به اینکه آخر از همه خودت را میفهمی. و این آغاز آزادی واقعی است. پس اگر هر تمام فکر کردی که باید وجودت را توجیه کنی، مکس، نفس بکش، کمی لبخند بزن و به یاد داشته باش. تو اینجا نیستی که فهمیده شوی. تو اینجا هستی که بیدار باشی. کسانی که قرار است تو را بفهمند، خواهند فهمید. کسانی که نیستند، نمیتوانند و این کاملا اشکالی ندارد. زیرا در نمایش باشکوه هستی. هر موجودی در صحنه خودش، در زمان خودش، در نور خودش بیدار می شود.
بگذار خودشان، بگذار لطفی آشکار شود. بی صدا، با وسعت، با عشق، به طور طبیعی و بدون توضیح به راحت ادامه بده. زیرا حقیقت نیازی به دفاع ندارد و روح نیازی به اجازه ندارد.